ما آرزو داشتم که یک روز استاد بازار صابر، شاعر بزرگ تاجیکستان، شاعر ملی تاجیکستان زنده ببینم. متاسفانه یارمان به دل من ماند و امروز آمدیم برای زیارت مزار استاد و بخشای از شعر مجسمه عینی استاد من میخوانم به یاد استاد بزرگ که روحش شاد باد. خلق همچون پیکری و پیکری چون خلق خیز، کوه خارا پیکری در هیکل بیدار شد. روی او بر سوی ما و روی ما بر سوی اوست، خلق در تمثال عینی خلق من بردار شد. هیکل او را به حکم هیکل فرهنگ بین، ننگ را در سنگ بین و سنگ را در ننگ بین. هر که او را دید اگر فردوسی نادیده دید، بار رستم را هنوز از رخش ناافتیده دید. عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد، خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. سرزمین ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او به دنیای برابر می شود.